آغاز یک صبح دیگر رو برایتان شادباش میگیم و از دفتر مرکزی رادیو زودی با یکایک شما درود میفرستم، چون همیشه هم در ساعت 7 با وقت پراگ من شالوی گلخوجه خبرهای تاجیکستان و جهان رو در نوید بامدادی تقدیمتان میکنم. مطمئنم که چند دقیقه خود رو حتما به ما میبخشید و قبل از گفتن خبرها با وضع باد و هوا نظر میاندازیم. در پراگ امروز هوا ابری و 3 درجه گرم خواهد بود. در مسکو پایتخت روسیه نیز هواشناسان هوای ابری رو پیشگویی کردند. احتمال می رود که گرمی روزانه به 1 درجه برسد. در دوشنبه هم امروز ابری می شود. هوا گرمی روزانه 11 درجه را تشکیل خواهد داد. دفتر مطبوعاتی خدمات مرزبانی قرقیزستان اطلاع داد که روز 11 دکبر در مرز این کشور با تاجیکستان حادثه رخ داده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان تا هنوز در رابطه با این حادثه به طور رسمی ابراز نظر نکردند. با گفته مقامات قرقیز، شهروندان تاجیکستان گویا در منطقه بحثی مرزی در نزدیکی محله مینبولک نویه بودکند با 6 تراکتور کارهای کشاورزی را آغاز نمودند. در نتیجه زود ملاقات نمایندگان مرزبانی قرقیزستان و تاجیکستان برگزار شد که در آن رئیسان جماعت ها اشتراک داشتند. جانب ها تصمیم گرفتند که کارهای کشاورزی تا معین شدن خط مرزهای دولتی قطع کرده شود، افزوده است منبع. دیرتر معلوم شد که جانب تاجیکستان تکنیک ها را از منطقه مرزی بیرون برده است و در حال حاضر وضع در منطقه آرام می باشد. یادآور می شود مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد و تا کنون 504 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. در این منطقه بحث برانگیز بارها بین ساکنان دو کشور جنجال و زنازنی صورت گرفته و به خونریزی هم کشیده است. بازداشت شهروندان دو طرف هم در مناطق صورت میگیرد که بحث برانگیزند و هر دو کشور آنها را قلمرو خود میشمرند. با اینکه از فعال کردن مرکز پولگذرانی بانک ملی تاجیکستان نزدیک 10 روز میگذرد، ولی بحران به عمل آمده در زمینه دودوستد پولی هنوز رفع نشده است. مهاجران در روسیه برای انتقال پول و پیوندان آنها در تاجیکستان برای گرفتن این مبلغ سرگردان میباشند. مهاجران میگویند بر علاوه این که آنها برای فرستادن پول طریق نقطه های بانکی مسافت طولانی را طی میکنند، اما این مبلغ ها را به آسانی فرستادن نمیتوانند و اگر فرستند هم نزدیکانشان روزهای دراز پشت در بانک ها نوبت می ایستند، زیرا نظام پول انتقال دهنده بانک ملی درست کار نمی کند. مصاحبان رادیو زودی میگویند پیوندانشان در تاجیکستان با مبلغ های فرستاده آنها سخت نیاز دارند و برای اکثریت این پول ها تقدیر ساز است. چنین وضعیت در حالی است که تا به حال مسئولان بانک ملی توضیح نمیدهند که چرا چنین بحران با وجود آمده و کی آن به پایان میرسد. در همین حال برخی اقتصادشناسان میگویند اگر این مشکل هرچی زودتر رفع نشود میتواند عاقبت‌های ناگوار هم به اقتصادیات کشور و هم برای مردم تاجیکستان داشته باشد. مقامات روسیه مقصود جان عزیز و فردوس کریمов ساکنان شهر وحدت تاجیکستان را با جرم پایمال کردن قاعده بود و باش به پرداخت جریمه موظف کردند. آنها میگویند مهاجران تاجیک در جای زندگی میکنند که ثبت نام ندارند. سازمان تانک جهانی برای به چالش کشیدن این قرار پلیس به مهاجران تاجیک کمک میکند. ماموران پلیس یکی از ناحیه‌های شهر مسکو شب 8 دکبر این دو شهروند تاجیکستان را از خانه‌ای که در آنجا کار میکردند به اداره پلیس بردند. والنتینا چوپیک مدیر اجرایی سازمان تانک جهانی گفت پلیس این واقعیت را نادیده میگیرد که شهروندان در محل کار قرار داشتند و با لباس کاری بودند. مقصود عزیزov 26 ساله است و 8 سال آخر به حیث مهاجر کاری به روسیه می رود. او گفت خادمان پلیس به گپ آنها گوش ندادند، از جمله اینکه آنها چند سال است در یک خانه زندگی و در همانجا ثبت نام شدند. اینچنین نخواستند درستی این سند را از صاحب خانه هم بسنجند. مقصود عزیزov گفت وقتی آنها را به شوبه بردند در یک اتاق جای دادند که خیلی سرد بود تا سحر در یک تخته خالی و بی غذا و آب در همین اتاق سرد و بی شرایط نگاه داشته شدند. کریمov و عزیزov در نقض کودکس ماموری گناهکار و پرداخت 5000 روبل جریمه شدند. حکمی که به قبل این دو مهاجر کاری ناعادلانه و غیر قانونی است، ولی آنها به گفتهشان دیگر علاج جز اجرا کردن امر پلیس را ندارند. فردوس کریمov 19 سال دارد و هم از آن که بازداشت و جریمه شد شکایت کرد. او میگوید جریمه آخر خراجات به این هم گران و سختی آنها را
سنگین‌تر میکند. فردوس میگوید در فضای بیکاری که در تاجیکستان حکم فرماست علاج دیگری به جز ادامه کار در روسیه را ندارد، ولی با گفته‌اش تو رفت کار و زندگی در این کشور برای او و دیگر مهاجران کاری خارجی مشکل تر می شود. با نظر داشت این همه میگوید فردوس او حالا باید فوراً از پی پرداخت جریمه شود تا که مقامات روس او را از خاک کشور بیرون نکنند. حامیان حقوق میگویند که بسیار وقت ساختارهای حفظ قانون روسیه با نظر داشت همین گونه دستنگر و محتاج کار و درآمد بودن مهاجران تاجیک آنها را اذیت میکنند. والنتینا چوپی گفت سال شاهد 1.5 تا 2000 چنین حالت می شود و اما بازداشت‌های به قول او غیر قانونی را روزی 10 بار شاهد شده است. به گفته او در حالتی که مهاجر بیگناه است و آماده است برای اثبات بیگناهیش عمل کند می شود زیر چنین خودسری‌ها مبارزه برد، ولی در بسیار حالت‌ها مهاجران کاری می ترسند و باید گفت سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان به روسیه با هدف کار و زندگی سفر می کند. در نتیجه حمله طالبان به یک مجتمع طبی در نزد پایگاه سربازان آمریکایی در ناحیه باگرام افغانستان کم 8 افغانی ملکی به هلاکت رسیده 70 نفر از جمله 5 سرباز گرجی مجروح شدند. با تقدیم این اطلاع منصبداران افغان افزودند که حمله را مرگ طلب با ماشین سرشار از مواد ترکنده عملی کرده است. جای یادآوری است که اخیراً بعد توقف 3 ماهه ایالات متحده آمریکا مذاکرات با طالبان افغان را از سر گرفته است و ایده شهکار سخنگوی والی ولایت پروان میگوید در پی بمبگذاری برخورد نیم ساعته با جنگجویان جریان گرفت و ظاهرا آنها هدف داشتند به پایگاه باگرام وارد شوند. سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان گفت بعد تلاش ناکام ورود به پایگاه سلاح‌به‌دستان در داخل مجتمع طبی سنگر گرفتند. در نتیجه یک سلسله حمله های هوایی جنگجویان کشته شدند گفته است این سخنگو. پایگاه باگرام در تقریبا 50 کیلومتری شمال کابل جایگیر می باشد و وزارت مدافع گرجستان تصدیق کرده است که 5 سربازش جراحت سبک برداشتند. ایالات متحده آمریکا یک سلسله جدید تحریم ها را بر ضد ایران جاری نمود. به قول واشنگتن شرکت های نقلیاتی ایران از ایران به یمن کمک های کشنده می رسانند. بر علاوه نظام جلوگیری از توسعه سلاح کشتاری دست جمعی را رعایت نمی کند. کاتب دولتی آمریکا مایک پامپئو این اقدام را روز چهارشنبه 11 دکامبر اعلام کرد. او اظهار امید نمود که تبادل محبوسان به مکالمه میان واشنگتن و تهران راه را باز خواهد کرد. وزارت مالیه آمریکا شبکه نقلیاتی صاحبکار ایرانی عبدالحسین خدیر را تحریم میکند، زیرا به قول این وزارت سپاه انقلاب اسلامی ایران شرکت‌های این صاحبکار را برای ارسال سلاح به آشوبگران شیعه مذهبی یمن استفاده میبرد. ایالات متحده آمریکا همچنان بر ضد شرکت هوایی ماهان ایر تحریم جاری نموده افزوده است که سلاح‌به‌دستان ایرانی توسط هواپیماهای این شرکت برای پشتیبانی از رژیم پرزیدنت بشار اسد سفر میکنند. سامانه اخبار از قول خاصیت یورف و خواهر ادوکات زندانی بزرگمیر یورف میگوید که او بعد 3 سال زندگی در غربت روز 14 دکامبر همراه شوهر و 6 فرزندش به تاجیکستان برمیگردد. خاصیت یورف به سامانه اخبار گفته است از یک طرف میخواهد به خدمت مادر بیمارش برسد و از جانب دیگر میخواهد ببیند که آیا مناسبت با آنهایی که با اختیار خود برمیگردند در تاجیکستان چگونه است. بازگشت 8 عضو این خانواده معروف و با کمک سازمان صلیب سرخ صورت میگیرد. خاصیت یورف میگوید قبل از بازگشت با هیچ کدام از نیروهای دولتی تاجیکستان مذاکرات و مشورت نکرده است، بلکه کاملا اختیاراً چنین عزم بازگشت به وطن کردند و دیگر به اروپا برگشتنی نیستند. او افزود که در تاجیکستان تلاش‌هایش برای از محبس آزاد کردن برادرش بزرگمیر یورف را ادامه خواهد داد. در ماه دکامبر سال 2016 در پی زندانی شدن بزرگمیر یورف برادر و خواهر او جمشید و خاصیت به اروپا پناه بردند. خاصیت توانست همراه شوهر و 4 کودکش به اروپا برود، ولی به زن و فرزند جمشید یورف مقامات اجازه ندادند که ترک تاجیکستان کنند. بازگشت خاصیت یورف و شوهر و 6 فرزندانش در حال صورت میگیرد که پرونده مقام پناهندگی او در آلمان در دست بررسی قرار داشت.
وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بیشهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بود و باش دارند از جوابگری آزاد میکند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بیشهروند در تاجیکستان می توانند گواهنامه اقامت بگیرند. ولی بختیار سفرزاده وکیل پارلمان گفت این عفو به شهروندان تعلق دارد که در کشورهای شوروی پیشین حضور داشتند و حالا با سبب‌های گوناگون حجت رسمی بود و باش و به قیدگیری را ندارند. این طرح به افرادی که بیرون از حدود شوروی پیشین زیستند دخل ندارد، افزود او. این در حالی است که در گذشته چندی از پناهندگان افغان از نداشتن سند و مشکل گرفتن شهروندی در تاجیکستان شکایت کرده بودند. اکثر آنها در آخرهای سالهای 90 و بعد به قدرت رسیدن طالبان به تاجیکستان پناهنده شدند. بختیار سفرزاده گفت این عفو به آنها دخل ندارد. در سالهای 90 و بعد آن شهروندان کشورهای شوروی پیشین از جمله ازبکستان و قرقیزستان به کشور ما آمدند و قانون نو آنها را در بر میگیرد. در همین حال اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تاجیکستان دیروز در جلسه پارلمان گفت طبق حساب آنها 20,000 خارجی و افراد بیشهروند که غیر قانونی بود و باش دارند 65% زنان هستند و این قانون نسبت به افرادی که شامل گروه‌های ممنوع هستند و به جنایت متهم میباشند به آنها دخل ندارد. و بینندگان عزیز، ما در دوام روز در این باره بازم برای شما تفصیلات بیشتر در شکل گزارش خواهیم داد. و یک خبر دیگر نیز هست. نگینا سیفاللویوا برنده جایزه GQ سوپر وومن شده است. این جایزه از جانب مجله GQ آخر ماه گذشته در مسکو تقدیم گردید. در آن 11 نفر بانوان از روی 10 نامیناسیون مکافاتانیده شدند. در نامیناسیون کینو جایزه به کارگردان کینو و سینارینویس نگینا سیفاللویوا که چند فیلم از جمله سلسله فیلم هجوی دیفچونکی را برای شبکه تلویزیونی TNT به نوار گرفته، مؤلف سیناری سلسله فیلم درامایی دید که برای شبکه تلویزیونی TV3 می باشد تقدیم گردید. باید گفت که نگینا سیفاللویوا زاده شهر دوشنبه نبیره علم و ادبیات شناسی معروف پروفسور عطاخان سیفاللویو و دختری نویسنده و پوبلیسیست حفیظ سیفاللویو می باشد. و حالا چون همیشه در پایان صحبت از قرب اسعار خارجی برای شما یادآوری میکنیم که از طرف بانک ملی به طور ذیل تعیین شده است. $1 9 سومونی و 69 درم است. 1 یورو 10 سومونی و 72 درم ارزش دارد و 1000 روبل روسی با قیمت 152 سومونی فروخته و خریده می شود. این چند خبری بود که من برای شما گفتم. در دوام روز شما را حتما با خبرهای تازه و گزارش‌های جالب روز منتظر می شویم و همین گونه از شما خبر و گزارش و یا نواری اگر دارید لطفاً در اختیار ما بگذارید و ما کوشش میکنیم موضوعی که شما برای ما میفرستید پیگیری نماییم. با امید دیدار بیشتر و روز خوبی شما در پناه خدا باشید.